بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش قالب‌گیری روش ماسه تر. برای شروع یک ابزارالات و لوازمی که برای قالب‌گیری در روش ماسه تر استفاده میشه معرفی میکنیم. درجه است که از نوع دریجه گرفته شده. وسیله‌ایه که توسط کوبیدن ماسه توی اون ما یک قالب یا یک محفظه‌ای رو ایجاد میکنیم که مذاب داخلش ریخته میشه. ابعاد و سایزهای مختلفی داره. از سایز 4-5 سانت برای ریخته‌گری انگشتر شروع میشه تا سایزهای چند متر در چند متر برای قطعات صنعتی خیلی بزرگ. تشکیل شده از دو قسمت تای بالایی و تای پایینی، کوپ یا دراگ. این درجه‌ایه که قسمتی ازش میتونه بیرون بیاد، مثل پیشگوشتی، مثل ابزاراتی که قسمت‌های خارجی داره، مثل شمشیر، قیچی، یا ابزاراتی که قسمت داخلی باید از قالب خارج بشه. ابزاراتی که می‌بینید پوجتال که برای جدا کردن قسمت‌های مرطوب یا قسمت تای بالایی و تای پایینی، و ماسه از مدل لغو کنه که با قسمت جلویش مدل رو میتونیم لغو کنیم، با قسمت بالاییش هم میتونیم بهش ضربه بزنیم. پیچ‌های درآوردن مدل راهگاه برای این سایز قطعات برای سایزهای مختلف فرق میکنه، محاسبات خودش داره. سیخ هواکش برای افزایش قابلیت عبور گازی در قالب‌های نیمه صنعتی. در صنعت چون درصد رطوبت و درصد چسب به میزان استاندارد و محاسبه شده است، یا از محفظه‌های خوشگون استفاده میشه یا از درصد متناوبی که به راحتی بتونه گاز و بخار خارج بشه. کوبه رو داریم. کوبه استانداردهای مختلفی داره. کوبه آلومینیومی نسبتاً کوبه مناسبیه. یه قسمت کف کوب داره و یه قسمت سر کوبه. قسمت کف کوبه در انتهای ترین قسمت قالب که انشاءالله میبینید استفاده میشه، ولی قسمت نوک کوبه در تمامی قسمت قالب‌گیری استفاده میشه. خود ابعاد کوبه هم متناسب با ابعاد قالب تغییر میکنه. این کوبه کوچیکه، از این کوچکترش هم برای قطعات کوچکتر استفاده میشه. کوبه‌های بزرگ هست. کوبه‌ای هم هستش که قد آدم حتی بزرگتر، بادی هستش، با سیستم‌های پنوماتیک کار میکنه. فوتک برای تمیز کردن یا قابلیت خشک کردن یا خارج کردن قسمت‌های ناخواسته یا برداشتن پودر تاک. این پودر تاک هم که میزنیم تو ریخته‌گری مضر. ابزار خطکش برای صاف کردن دو سطح قالب استفاده میشه که در هنگام قالب‌گیری می‌بینیم. قسمت بعدی خود مدل که تعاریف خاص خودشو داره، جنس‌های مختلف داره. مدل‌های چوبی هستش، گچی هست، فولادی هست، شدنی هست، فومی هست، مومی هست. در این روش ما از مدل چوبی استفاده میکنیم. مدل چوبی تقریبا شبیه به قطعه است، با این فرق که میزانی بهش شیب اضافه میشه تا به راحتی از توی قالب بتونه در بیاد. بخاطر اینکه کیفیت سطحی مدل خوب باشه، از لاک الکل یا پیلر استفاده میکنن که سطح قطعه ما خوب در بیاد. هرچی کیفیت سطحی و ابعاد مدل بهتر باشه، قطعه سالم‌تر در میاد. ابزار قاشقی شکل‌های مختلف داره. ابزار قاشقی میتونه برای قالب‌گیری استفاده بشه، میتونه از ابزارهای مشابهش مثل ابزار چکمه‌ای برای تخت کردن یا قالب سازی در قسمت‌های مختلف خراب شده یا نیاز به تعمیر استفاده بشه. میتونه حوضچه پای راهگاه، حوضچه سر راهگاه رو در بیاره و استفاده دیگه‌ای که تو صنعت داره. فرچه هستش که برای تمیز کردن محیط کار یا تمیز کردن لبه‌های درجه، قسمت‌هایی که مورد نیازه استفاده میشه. سرنج رو ما داریم با دونه‌های درشت که برای پر کردن دو تا سطح تا تقریبا 10 سانت مونده به اتمامش ما استفاده می‌کنیم ماسه آماده رو. و علک رو داریم که برای روی سطح کار به میزان 3 تا 5 میلیمتر برای افزایش کیفیت سطحی قطعه استفاده میشه. ماسه‌ای که استفاده می‌کنیم ماسه تر سیلیسی، ماسه سیلیسی همراه با درصدی از خاک‌های رس طبیعی که ما میتونیم بنتوئین هم بهش اضافه کنیم، به اضافه درصد رطوبت که میتونه بین 2 تا 4 الی 6 درصد اضافه بشه بسته به نوع قطعه
و نوع ماهیچه سازی که داریم.